اوچش اوچش های همون وظیفه خانگی پسر ما چی بود؟ بیا هم مسئله حل کنیم که ما از کار دیر مانده ایستادم آخر. این چه سرقت خود خروز بنی خروز میکنه؟ گوش ما اینم خورده؟ دستش ما دولنیم پتالوگ این دولنیم پتالوگ به پریده بره. پتالوگ بیا هم وظیفه خانگی حل کنیم ما از کار دیر مانده ایستادم. از همین وظیفه خانگی هم بیزار شدم و از شما هم برآمدم نبرمم. سراسی من نشو ایستو سراسی من نشو بیا هم وظیفه خانگی حل کنیم با گجای میره 4 طرفت قبله کنی شروع خون بلان که منم بفهمم آخی می کلون مسئله چی خیلی مسئله بسواد من بسواد و شما بسواد مسئله 8 بالا 8 پایان خوش 8 اول 8 آخر 8 بین 8 مسئله 2 تا 8 88 میشه و بسواد 45 تا 8 خوندی خدا با شکر ما هم خواندگی معلومه مسئله 88 2 تا 8 نقطه خوش دومش در یک خانچه 3 تا چمچق همه بهار شده از گفته تریزه کشویان هر سیاش پریده برفته سی یک تاش بر ببر نقطه این کتابم خونده نمیتونی در یک خانچه 3 تا چمچق هر سیاش پریده رفت یک تاش برگشت چند تاش پریده رفت 2 تاش پریده رفت ما خاک بالای نمیدانی شما فهمیدید می؟ خودتون که کلوخ انم بچه‌تونم کلوخ خودتون بری فهمیدید؟ دادا جانا که تا دیپلم خریدگی کرسی خریدگی از ما پرسید که شما سواد دارید یا نه؟ نه سوادی کلوخ بتایا جیم در یک خانچه 3 تا چمچق هر سیاش پریده رفت یک تاش برگشت چند تاش پریده رفت بی سواد؟ من بی سواد شما با سواد بی سواد شما کلوخ انا بچه‌تونم خودتون بری کلوخ انا فقط دیپلم خریده میتید نمیفاره میگه خب منم مثلا منم خودت 3 بار شوهر کردی وحرم سیو این گپا کی گفته باشد هر سیاش بر اومده رفت یک تاش برگشت و چند تاش بر اومده رفت دادا جانکش پیش از شما یا پس از شما پیش از شما 3 تا زکانی پس از شما 3 تا نیزکانی دادا چی گفتی؟ شوخی از سر تخورت قریب دیلم کفیده رفته بوده خیریت به سواد در یک خانچه 3 تا چمچق هر سیاش پریده رفت یک تاش برگشت و چند تاش پریده رفت دادا جونکش از و شوهرهای من یگان تاش بخره شما برنگشت دادا جونکش چی گفتی؟